درود بر شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حال دلتون امروز هم مثل روزهای دیگه عالی باشه. دوستان من در پست قبل راجع به ترکیب موثر و ارسان برای دفع بلغم از بدن صحبت کردم. امروز راجع به ترکیب سنگین‌تر و موثرتر صحبت خواهم کرد و آیتم‌هایی که برای این ترکیب نیاز هست زنیان، مستکی، سیاه‌دانه و عسل هستش. روش تهیه اون به این شکل است که زنیان و مستکی رو با هم آسیاب می‌کنیم و بلافاصله بعد از اون سیاه‌دانه رو آسیاب می‌کنیم و بدون هر گونه فوت وقت سیاه‌دانه رو اون اضافه می‌کنیم و بلافاصله باید با عسل ترکیب بشه. و خدمت شما عرض کردم که سیاه‌دانه به هیچ وجه وقتی آسیاب بشه نباید در معرض هوا برای مدت طولانی بمونه، چون با هوا ترکیب بشه به ترکیبات سمی رو ایجاد می‌کنه که برای بدن مضر است. ترکیبی رو که تهیه کردید در یخچال نگه می‌دارید و هر شب بعد از شام، تقریبا نیم ساعت بعد از شام و قبل از خواب به اندازه حجم یک دانه فندق از اون استفاده می‌کنید. این ترکیب بسیار موثر است و در پریود اول حتما باید 40 روز استفاده بشه و بعد از این 40 روز 10 روز استفاده نمی‌کنید و در پریود دوم به مدت 20 روز باز استفاده میشه و ان شاءالله که موثر واقع خواهد شد و بلغم وجود در بدن دفع خواهد شد. این پست بسیار مفید هست، حتما سیو کنید برای دسترسی آسان به ما و حتما برای عزیزانی که مطلع هستید که غلبه بلغم دارن باز ارسال کنید. برای ما 4 تا قلب قرمز میتونید کامنت کنید زیر این پست. این مهم به ما میتونه کمک کنه که این پست رو خیلی عزیزان بیشتری بتونن ببینن و شما در این رابطه میتونید به این وسیله به ما کمک کنید. تا پست بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ متعال میسپارم.